نه خیلی ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. منم کشوندی اینجا پیشنهاد بده. آقای قاضی چیکار کنم؟ ایشون بهونه کرد. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیار. من اجازه بده من صحبت کنم. بفرمایید. من الان تکلیفم چی میشه حاج آقا؟ هیچی. بفرمایید سر زندگیتون. چیه؟ بابا خواب بود با در روش قفل کنی بری؟ داشت میمرد من رسیدم. خانم بیا برو تو با این زنه امروز دعوا کردی؟ گفت زدیش تو. من زدمش. پس چرا بردنش بیمارستان؟ یه خانومی آوردن امشب اینجا به اسم راضیه. بچهش سفت شده. چی کارش کردی مگه؟ شفاف توضیح بده آقا. اتهام شما الان قتل. آقای عزیز تو دروغ گفتی؟ مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد.